به ادامه گردش های استانبول و یا استانبول گردی ها ما شما امشب به یک قسمت دیگه از استانبول آماده که یک بافت متفاوت داره از قسمت به اصطلاح سنتی خود استانبول. یعنی قسمت های ابا صوفیه یا مسجد ابا صوفیه یا مسجد سلطان احمد یا ترکا میگن سلطان احمد. باز این قسمت باز شهر مدرن را در میبینه و فکر میکنی که به یک شهر مجزای با سفر اتفاقهای خاص داره. Onun ayrı, bunun ayrı, derdi bitmiyor. Ne yaparsan yap hiç kimse memnun olmuyor. Birip de bin cambaz oynar, deliler akıl satar. La 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 birip de bin cambaz oynar, deliler akıl satar. دقیقاً ما شما قبلا هم گفتیم که علمی تفاوت‌های فرهنگی و متنوع بودن این کشور نه به خصوص پایتخت از این شهر استانبول که می‌بینیم چقدر توریست از سر تا سر جهان اینجا میاد. ما شما تا این مدت فرانسوی‌ها دیدیم، مردم ایتالی‌ها دیدیم، حتی خود آلمان‌ها دیدیم، مردم این کشور انگلیس و آمریکایی‌ها دیدیم، از کشورهای آسیایی زیاد بودن. یک چیز دیگه خیلی خوشم اومد بیاد شبگردی ها از این مردم این فرهنگ از اینا خیلی برای من جالبه. یعنی اینا روزانه ولی هر شب تا پاسی از شب حتی طفلا میبینید خود خانواده ها بازی میکنن و رستوران زیاد هستن. این گردش ها و اینا زیبا ساخته شب. و یک چیز نمیفهم متوجه شدیم شما این نکته شما در کشور ما وقتی که رمضان به خصوص ماه رمضان یک رقم احساس خستگی در رخسار همه نهفته به خاطر از اینکه روز کامل مثلا مصروف کار و دهن بسته و بالاخره شب هم هر کس افطار میکنه و کدام برنامه در چی ندارن. ولی اینا که هست شب‌های رمضان اگرچه روزها روزه دارن ولی شب‌ها آنقدر با امو شور و شوق و اشتیاق پاس میدارن که حتی شهروندا از اینا فکر میکنم همیشه شاید خانه باشه که رمضان باشه. دقیقاً یک دوستی درست برای میکنم که شبار که میگردم در رمضان به استانبول فکر میکنم شب ایده. همه گفتن شما شاد و خوشحال با امو دیپای آراسته خود خوب به تفریم میاین و سوپرمارکت ها میاین خرید میکنن و این زنده میسازه شهر از او حالت سکوت و آرام بودن این خوشحالتر و شادتر و زنده تر میسازه. سفرها برای آدم میده ولی باز یک گوشی از سفر آدم خاطرات تلخ میمونه. اونه که ای کاش ما هم دارای چون وضعیت باشیم. یعنی
حق مردم ما نیه که همیشه بالاخره مشکلات و چالش ها دامنگیر از اینا باشه. اونا هم در همین جهان زندگی میکنن، جهان با این تنوع با این زیبایی، چرا ما در اون شریک نباشه؟ و متاسفانه سالهای ساله که ما شریک نیم. ما فکر میکنیم اون شام که میشه شام میشه و همه چیز ساکت و راکت و بی تحرک باقی میمونه، در حالی که در تمام دنیا انمو تپش و جهیندگی و بالندگی شب و روز ادامه داره و شب و روز مردم تلاش میکنن، کار میکنن و در کنار از او کیف میکنن، فرق نمیکنه چی روزه یا چی شب. دنیا در حال گذره و انمی یک نعمت و یک زیبایی که خداوند به ما داده. من فکر میکنم به این لحظات کوتاه عمر خیلی زیبنده که مثل همین مردم هم دین خور داشته باشین، ما که مسلمان هستیم الحمدلله، و هم با دنیا بازی کنیم بالاخره. خداوند به ما عظمتی که داره گفتم برای شما انسان ها زندگی یک موهبت داده، یک تحفه داده. تحفه‌ای که خداوند میده پس باید خیلی با ارزش باشه. یعنی زندگیه که به اختیار ما گذاشته شده، چقدر خوبه که از تک تک لحظات استفاده کنیم، خوش باشیم، آرام باشیم و کیف کنیم و لذت Dertlerim hafifleseydi herkese ağır gelirdi. Aman aman, bir o yandan bir bu yandan her bir tarafta, ne eş ne dost ne sevgili çıkmaz aradan. بله، من خواست ما همی است که مردم ما هم چون ارزشی رو داره. مردم افغانستان خالی زیاد دیدن، مشکلات زیاد دیدن، یعنی اونا ما علاقمند هستم که یک روز کشور ما همین رقم باشه، ما شما در خیابان های وطن قدم بزنیم و مردم ما فقط لبخند بزنن، بخندن و ما از رفتار ندور باشیم. یاسف آدم از وطن که دور میشه، من فکر میکنم بیشتر به یاد وطن میشه. داخل وطن هستی، یعنی جریان هست و بالاخره خیلی وطن و به این مسائل بیشتر و زیاد دق نمیشه. اما اینجی هر زیبایی که میبینی عاجل زن تو میره بید که ای کاش ما میداشته، ای کاش به وطن ما میبود و ای کاش وطن دارم از این نعمت ها میتونستم همه به صورت یکسان استفاده کنم. بله، ما شما با امید چنین روزی هستیم انشاءالله. خداوند چنین روزی برای ما بیاره انشاءالله.